خواجه حافظ شیرازی شاعر متفکر برجسته و عالمشمول است که آثار گرانبهایش زینت‌فزای گنجینه ادبیات جهان گردیده است. با ذکر این نکته دیرکتور آثارخانه ملی تاجیکستان ظفرشاه ابراهیمزاده نمایش گنجینه سعادت را که به مناسبت جشن 32 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و روز جهانی حافظ شیرازی تشکیل گردید افتتاح نمود. مراسم با اشتراک دایره وسیع عالمان، دانشمندان، دانشجویان و علاقه‌مندان و دوستداران ادبیات و تاریخ و فرهنگ برگزار شد. ضمن سخنرانی ها برآمد کنندگان ابراز داشتند که خواجه حافظ شیرازی یکی از بزرگترین شاعران لیریک نویس شهرت جهانی دارد. شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی هنوز در ایام زندگیش در بین خاص و عام و خرد و بزرگ ایران زمین و آن کشورهایی که با زبان تاجیکی فارسی سخن میگفتند نام و مقام شایسته را پیدا کرده بود. غزلیات او به زبان‌های گوناگون جهان از جمله زبان‌های شرق ترجمه شدند. با گذراندن چنین چاره‌بینی‌ها و دایر نمودن همین گونه همایش‌ها در مورد بزرگداشتی ادیبان کلاسیک ما می‌توانیم محتوا و آثار این ابرمردان را با نسل امروز و فردا معرفی کنیم. امیدوارم از این نمایش مردم استفاده می‌برند و در آینده نیز چنین سلسله همایش‌ها نیز جهتی بزرگداشت و اجر گذاشتن به آثار کلاسیکیمان بسیارتر دایر می‌گردد. طور مسئولین اطلاع دادن این نمایش در آثارخانه ملی بار نخست برگزار می شود. در نمایش از کلکسیای فوند طلایی مؤسسه نمونه های گوناگون نسخه های دستنویس دیوان ها، کلیات و بیازهای خواجه حافظ شیرازی گذاشته شده‌اند. قسمی از نسخه های مورد نظر دستنویس های نادر غزلیات حافظ محسوب می‌یابند. همزمان در این نمایش نمونه های خوشنویسی خطاطان چیره دست خلق تاجیکی در مرقعات خود ابیات حافظ را انعکاس نمودند و معرض گذاشته شدند. دوستداران تاریخ و فرهنگ و ادبیات خاصه آثار خواجه حافظ شیرازی می‌توانند تا 20 اکتبر در آثارخانه ملی نمایش گنج سعادت را تماشا کنند.